تو 10 بار روزی میای اینجا دهن ما رو سرویس کرد. چه تکنیتی؟ چرا جواب نمیده؟ الان زنگ زدم شلنگ جواب افتاده نداد. تو دستشوییه. دوستش دارم. اینو دوست داری؟ بچه فیله اینو. یعنی شما میگی منو نمیگیره؟ نمیگیره. یه تکنیت هم برام بگی، قصد سفر دارم. ببین چی؟ هیچ جا نمیری تو با این وضعیت دلار و یورو هیچ جا نه رات میدن نه میتونی بری. اصلا شینگن تو نمیتونی بگیری. برو من میخوام پلی استیشن هم بازی کنم. این کیسه پارسال رفته بود سفر، گفت کاریه، ولی من فکر میکنم تایلند بوده. یه ماساژ گرفتم. پایانش هم برای تو خوش نبوده. حالا چیزی نشد. حتما یه 206 دارم، قدیمی شده، یه خورده طلا دارم. بذارم روش 207 بخرم. 206 با 207 هیچ فرقی نداره. همون طلاهاتو نگهدار. بله طلاهاتو نگهدار. الان من تحصیلاتمو ادامه ندم؟ نه. تو این اپلیکیشن های دیتینگ من با یه آقای آشنا شدم. 60 سالشه به تو گفته 40 سالشه. بعد اینطور بر نمیداره ببره اروپا. اینقدر رنگ. یعنی هیچ کس تو زندگی من نمیبینی؟ چرا؟ ببین همه دارن میرن ولی کسی نمیاد. من اینجا هیچ خرافاتی نمیتونه زندگی تو رو تفسیر کنه. شغلمو چیکار کنم؟ دوست دارم یه ارتقای شغلی پیدا کنم. تعدیل نیرو میکنه شرکت تو. تنها الان تو خونه. چیکار میکنه تنها؟ داره فیلمو میبینه. قفلی زده رو شغال و محکوم و شفرونی اینا داره میبینه. این حالا هم بهت زنگ نمیزنه. فیلموش با نت ایرانسل اصلا قطع نمیشه. دوستام گفتن برای لاغری منجارو بزن. منجارو نزن، قیافت منجارایی میشه. ورزش کن، رژیم بگیر.